اون حماسه سیاسی که صحبت میکرد و همه مخالفین میگفتن امکان نداره به وجود بیاد، اتفاق افتاد. مشارکت 72-75% با توجه به سردی فضا تا هفته قبل یک چیز بسیار عجیب غریبی بود. از کجا میدونی؟ ایشون از کجا میدونه؟ اصلا از کجا میدونی چند نفر رفتن؟ یک عده آلوده این رژیم شدن، در جنایات این رژیم سهیمن، از بغل این رژیم نفت بردن. حالا سنشون کمی بیشتر، کمی کمتر، اینها ساختار شکن نیستن. موسوی رو تو خونه‌اش زندانی کردن 4 سال پیش، همش غمش این بود نباید ساختار شکنی بکنید. اینها یه خیمه شب بازی را انداختن، یه شوی نمایشی و یه تعداد بازیکن در لندن، نمیدونم در پاریس، در نیویورک، در واشنگتن، در کانادا، تورنتو در خدمتشونن. آقای رفسنجانی با این ثروت عظیمی که داره، خب معلومه که به هر حال مبلغینی هم داره. اصلا بحث خیلی جدی نمیتونه باشه. بله. من قبلش یه صحبت آقای شجاعی رو جواب بدم چون کمی توهین‌آمیز بود. ببینید آقای شجاعی، شما تحلیل نمی‌کنید. شیرازی‌ها ضرب المثلی دارن، میگن زبون باد بزنه جیگره. شما یه موقع حرف میزنید جیگرت خنک بشه، خب میتونید این حرفا بزنید. خب منم میتونم بگم که کسانی که این مواضع رو میگیرن از قدرت‌های بزرگ پول میگیرن، چون قدرت‌های بزرگ عربستان، کشورهای عربی دنبال تغییر رژیم ایرانن، به مخالفین پول میدن. پس کسایی که این حرف رو میزنن از دولت‌های بزرگ پول میدن. دولت‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ، آمریکا، کشور عربی، اینا بیشتر از آقای هاشمی رفسنجانی پول دارن. این نکته اول قضیه. در تمام این 35 سال این خیمه شب بازی‌ها ادامه داشته، همیشه برنامه‌ریزی بوده. یه موقعی بود که این مهر درشتا زورشون به هم نمی‌رسید که همدیگر رو حذف کنن. بعد یواش دیگه کار به اونجا رسید که رفسنجانی و خامنه‌ای شمشیر از رو کشیدن علیه هم دیگه. این مهر ریزا اومدن، همیشه خیمه شب بازی بوده. برادر ارجمند، مگه ممکنه که شما در یک رژیمی که نه حزب داره نه دموکراسی داره، بهترین مغزهاش از مملکت فرار کردن، دانشجوهاش رو زندانی کردن، نمیدونم حتی نوکران و گماشتگان قبلی خودش رو زندانی کردن، نخست وزیر 8 ساله دوران طلایی خمینی جنایتکار رو حبس خانگی کردن، کروبی رئیس. آخه کدوم انتخابات برادر؟ خیمه شب بازی است. من درست متوجه نشدم میهن ما از کجا زنگ زده و این سوالشون چی بود. ولی به هر صورت جناب موسوی، ببینید خیمه شب بازی است. خامنه‌ای خودش چند روز گذشته همش التماس میکرد، میگه شما هر رأیی که بدید در تقویت جمهوری اسلامیه. اینا همیشه اینو لازم دارن، خودشون هم میدونن. برای خارجی‌ها میخوام بگم ببینید این همه سیاه لشکر اومد، شما دیگه چی میگی؟ بله من این صحبت آقای شجاعی بکنم. آقای شجاعی دائما امامزاده درست میکنه، پاش سینه میزنه. شما ببینید، شما با تحلیل بکنید. خیمه شب بازی، شما خیمه شب بازی یعنی چی؟ دقیق بحث کنید، من بحث میکنم. اینو من در مورد همه رژیم، شما تمام چپا ببینید میگن انتخابات آمریکا خیمه شب بازیه. یعنی چپای آمریکا در مورد انتخابات آمریکا میگن. حالا اما در مورد سوال حضرت عالی، ببینید قطعا کنش سیاسی انتخابات در زندگی مردم تاثیر داره. آیا انتخابات، گفتم که قطعا با استاندارد دموکراتیک فاصله داره ولی تأثیر داره. این وقتی که شما میگید مؤثره، مهمه، این نیست که حتما دموکراتیکه. نکته اول قضیه. نکته دوم این که تجربه نشون داده همه انتخابات موقعی که افراد تحریم میکنن، 84 تحریم کردن، دیدن آقای احمدی نژاد اومد، همه اونایی که تحریم کردن الان امروز متوجه این کار اشتباهی کردن. انتخابات دوم شوراها رو ملت تحریم کردن، آزادترین انتخابات شوراها بود در ایران. همه آقای سازگارام اونجا به عنوان شهردار میتونست شهردار انتخاب بشه. ملت نیومدن رأی بدن، گفتن آقا اینا همه سر تا یک کرباسن، فرقی نمیکنه. نتیجهش آقای احمدی شد شهردار و بعد رئیس جمهور شد. بنابراین نشون میده که انتخابات در ساخت سیاسی ایران یک فرصتی است که یک کنش سیاسی است که تأثیرات دامنه‌داری داره.